بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در ابیات مثنوی به بیت 4053 رسیدیم که دفتر ششم رو دنبال میکنم و داستان اون سه شاهزاده‌ای بود که از شاه اجازه گرفتن در بلاد شاه گردش کنند و شاه اخطار داد بهشون که به یک قلعه ذات الصور یا اون جایی که جای خاص نزدیک نشن. اونها رفتن اونجا به گرفتار یه داستانی شدن، یه مجسمه دیدن، اون مجسمه دل اونها رو برد، پیگیر این شدن که مجسمه کیه. بعد بالاخره به اونجا رسیدن که مجسمه دختر شاه چینه. بعد از اونجا اومدن تا برن تو بلاد چین و سه تا بودن، یکی بزرگ یا تعبیر مثنوی میگه بزرگی، متوسط، کوچیک. حالا اینجا و داستانهایی در وسط این بحث از قول اونها با حکایت‌هایی مسئله عشق و دلربایی و اینکه چه مسائلی و بعد اینکه انسان در دنیا شبیه به همین اتفاق برایش میفته، یعنی انگار از اون مبدأ هستی که ورود کرد تو دنیا گرفتاری برایش پیش میاد از نظر اینکه جذب شدن به دل رو بوده میشه با مظاهر و ظواهر، دلی که عشق خدا باید درش باشه و بعد اون جریانات. اینجا در ادامه این تمثیل میفرماید که این سه تا شاهزاده در بلاد چین دیگه به قول معروف حالت سرگردان پیدا کردن، متواری شدن، دنبال اون دختر شاه چین میرفتن. در شهر تختگاه، تخت یعنی پای تخت اون شاه بوده، دنبال اون شاه بخواستن برن اون برسن. و بعد دراز شدن صبر بی صبر شدن آن بزرگین. بعد اونجا که بودن خب گفتن که شاه گفت ما همچین دختر پنهان کرده بود دیگه و کسی هم یادتون هست که مثلا که کسی هم جرأت و جسارت نداشت. می‌دونید که اونجا گفته بود که کسی که به اون نزدیک میشه مثلا چنین درخواستی بکنه شاه سرشو میزنه، مثلا چنین چیزی بود دیگه. که بعد در اونجا در واقع تمثیلش این بود که کسی که میخواد به بارگاه حضرت حق راه یابد از خود نباید باشه، یعنی اون جنبه از بین رفتن خودیت و منیت و این هاست. بعد میفرماید که خب اینا اونجا موندن و معطل و صبر طاقتشون تاق شد. بعد دراز شدن صبر بی صبر شدن آن بزرگین. این سه تا شاهزاده بزرگتر از همه بود، خلاصه صبرش به سر آمد و طاقتش تاق شد. گفت من دیگه باید به هر قیمتی شده برم، هرچند سرم بره در این راه، مثلا منو بکشن، من برم به سلام به بارگاه شاه چین و اونجا بالاخره ببینم که شاهزاده من رفتم الوداع خود را بر شاه عرضه کنم. وداع کرد با اون، گفت من میرم خودم رو به شاه عرضه کنم که خلاصه دخترش رو من بده دیگه. در واقع خواستگار دختر شاه چین بود که اینجا شاه خداونده و اینجا تمثیل بزرگین یکی از مراتبی است که انسان خودش رو در واقع در معرض اما قدمی تنیلونی مقصودی او بلغی رأسی کفعالی سمه. این دل من که رو بوده شده، حالا یا این گام برداشتن من به سوی شاه تنیلونی مقصودی من را به مقصود خودم نائل خواهد کرد، یا اینکه سرم همچون دلم خواهد رفت. پس از این دو حالت بیشتر نداره، یا مقصود میرسم یا این سرم به باد میدم. هر دوتاش خوبه. بالاخره دلم که به باد رفته، حالا بذار سرم بره دیگه، یا به مقصود میرسم یا سرم میره، یا پای رساندم به مقصود مراد یا سر بدم همچون دل از دست. آنجا این ترجمهش هم کرد. و نصیحت برادران او را سود ناداشتن. اون دو تا برادر دیگه که یکی برادر کوچک بودی که برادر متوسط، خلاصه اون نصیحت کردن، گفتن این خطرناکه، تو میخواد بری سر تو دیگه از این به هفته گذشته بود و سودی نداشت. یا آزل العاشقین دفعتن از الله کیف ترشدها. این کسانی که عاشقان رو آزل با دالزاد و این یعنی نکوهشگر. سلام علیکم به شما. این کسانی که
نکوهش کننده عاشقین هستید، دفعتن رها کنید اون گروهی را که از الله خداوند اونها رو گمراه کرده. کیف ترشده ها، شما چطور میتونید کسی که خدا اونها رو گمراه کرده اونها رو هدایت کنید، ارشاد کنید؟ حالا این اشعار رو بخونیم. آن بزرگین گفت ای اخوان من، ز انتظار آمد به لب این جان من. شاهزاده اون برادر بزرگ گفت که ای برادران، من دیگه طاقتم تاق شد و صبرم از اینکه منتظر شدم اینجا بلا تکلیف موندم و از یک طرف دلم به اون دختر شاه چین و از یک طرفم اینجا، دیگه من لاابالی گشتم، صبرم نمانده، مرا این صبر در آتش نشانده. دیگه من حالت بی‌پروا شدم. لاابالی کسی که دیگه هیچ مبالاتی نداره و پروایی نداره که چه اتفاقی براش بیفته. من از این لحظه دیگه نمیخوام فکر کنم چه اتفاقی میفته، نگران باشم. من بی‌پروا شدم چون صبری دیگه برای من نمونده و این از بس صبر کردم دیگه صبر برای من حالت آتش پیدا کرده، دیگه بیقرار شدم. یعنی آتش بیقراری در من، صبر من به آتش نشاندن، این صبر من رو بیقرار کرد. حالت تشبیه از بیقرار است. طاقت من زین صبوری طاق شد، واقعی من عبرت عشاق شد. این طاقت من از صبری که کردم، طاقتم طاق شد و به حدی که واقعی من، یعنی عشق من به دختر شاهچین عبرت عشاق شد. یعنی افسانه‌ای شد و همه از من عبرت میگیرن که دیگه دفعه بعد عاشق نشن، این بلا دچار میشن دیگه، اینقدر صبر و بعد بی‌نتیجه بودن. من ز جان سیر آمدم اندر فراق، زنده بودن در فراق آمد نفاق. من در فراق معشوق خودم دیگه از جان خودم سیر شدم، دیگه برای من ارزشی نداره. من زنده بودن در فراق آمد نفاق. این خیلی نکته مهمی است. ببین کسی که واقعا میگه من عاشقم باید بمیره دیگه. اگر زنده باشه این نفاق، این دروغ هست. نمیشه، تناقض داره که آدم ادعای عشق هم بکنه و زنده باشه. مثلا این توی اون ابیات نخست نینام مثنوی جمله معشوق است عاشق زنده، معشوق است عاشق مرده ای. یعنی اصولا در عشق عاشق میمیره، در فنا میشه در معشوق. شما میگه که زنده بودن در فراق و من نفاق. کسی که در فراق معشوق زنده است دروغ هست، یعنی نمیشه تنها تعارض داره. یعنی ادعای عشقش مثلا بی خوده، چه زنده است بمیره در عشق و در فراق، یا باید به وصال برسه باید بمیره دیگه. من ز جان سیر آمدم اندر فراق، زنده بودن در فراق آمد نفاق. چند درد فرقتش بکشد مرا، سر ببر تا عشق سر بخشد مرا. میگه تا کی من باید درد فراق معشوق منو بکشه؟ من دارم از درد فراق دارم میمیرم، سر ببر. یعنی میگه خب در واقع به اون معشوق میگه که سر منو ببر، یعنی منو، زندگی منو بگیر تا عشق سر بخشد مرا. یعنی از این زنده بودن باید بمیرم تا سر جدیدی که از عشق بر من پیدا میشه. یعنی سر که به منزله در واقع رأس حیات و زندگانی انسان هست، این سر که یک سر جدیدی که سر معشوقه، که از اون به بعد من دیگه زندگیم به عشق باشه، نه به عوامل حیات مادی و مثلا حیوانی و اینها. حالا این خیلی بیت مهمی است. میگه دین من ویرگول از عشق زنده بودن است. میگه اصولا دین و آیین و کیش من در این دنیا اینه که زنده به عشق باشم. زندگی زین جان و سر ننگ من است. من یه حیات من به این حیات باشه، به این سر و جان مادی من باشه، این ننگ برای من. حیات من در دنیا ارزشش به اینه که به عشق زنده باشه، با عشق نفس بکشه. تیغ هست از جان عاشق گرد رو، زن که سیف افتاد محها و ذنوب. چون از نظر عرفا و عاشقان گناه همون بی‌عشقی، هر که عاشق وش نیامد فراق افتاده بود. از نظر عرفا، از نظر عشاق، زن به گناه یعنی
این که انسان در دنیایی که در هستی که مال خدا بدون عشق زندگی میکنه گناهه. و میفرماید که حالا چه چیزی اون گناه رو محو میکنه؟ شمشیری که گردن این حیات توجهات من کاذب غیر عاشق من بزن هستم. تیغ هست، این تیغی که قرار بود گفتم سر منو ببره، از جان عاشق گرد و غبار تن رو میروه، پاکسازی میکنه. تیغی که اون خود رو جدا میکنه، اون من رو جدا میکنه، اون تن رو جدا میکنه. این غبار حافظم میگه که غبار تن میشود حجاب چهره جان. این غبار رو باید با تیغ پاکسازی کرد، شمشیر گذاشت. پس اینجا هم تیغ هم سیف، اینا ابزار کنایه از چیزی هستن که اون حیات توجه و انصراف من کاذب خودم رو از بین ببرم و من از هیچ خودم چی نداشته باشم. قول که در دیر مغان نیست چون من شیدایی، بله، خرقه جایی گرو دفتر جایی، یعنی اون خرقه یعنی منی که کلا ساخته شد، لباس خرق هم پاره کردن، یعنی هر چیزی که ما از اون برای خودمون یه لباسی ساختیم و یه نقابی زدیم و یه منی برای خودمون اشغال انواع و اقسام چیزهایی که من باش تعریف میشیم، اینا میشه این خرقه رو باید جلوی باده‌ای کرد. و دفترم کل علوم و دانش‌های ماست، تفکرات شخصی ماست. هر چی تو دفتر چیزی که علم می‌سیم، دانش و نگارش ماست. بنابراین حافظ میگه من برای اینکه برسم به شیدایی هم دفترم رو هم خرقه رو گرو باده کردم که بعد که شیدا شدم پیدا شدم، چون در شیدایی است که انسان خودش پیدا میشه و شیدایی هم متوقف بر این است که این دوتا بره، یعنی کل من کاذب خصوصیاتی که برای خودم لباس، چون لباس در واقع برای این شخصیتش مدام خودشون نشون میده و این خرقه یعنی تمام وجودی که انسان خودشو من میکنه، در خودش تعریف میکنه، تمام وجود، تمام چیزهای شخصیتی که در اجتماع و در فرهنگ، اینا همه رو میذاره کنار. و دفتر هم تمام عقل و تفکرات و پیشبینی ها و دوراندیشی ها که اینا هم با هم دو تا هم ربط داره، علوم خودش. ببین تمام کسانی که مثلا ملائکه که به خدا اعتراض کردن از روی دانش خودشون، ابلیس از روی علم خودش گفت چرا اینجوری، چرا همشون خرابکاری کردن، چون سواد و علم خودشون می‌خواستن رو خدا بگیرن، تفکرات. این دفتر دانش رو باید گذاشت به گرو باده که بعد اون موقع بعد مست بشم، شیدا بشم. یعنی این وقتی این دوتا رفت انسان مست خدا میشه، خود به خود اتفاق میفته. دین من از عشق زنده بودن است، زندگی زین جان و سر ننگ من است. تیغ هست از جان عاشق گرد رو، زن که سیف افتاد معها و ذنوب. چون غبار تن بشد ماه هم بتافت، ماه جان من هوای صاف یافت. این وقتی این غبار بره کنار، ماه از پشت مثلا غبار طلوع میکنه. ماه من کی؟ معشوقه دیگه، ماه من کسی من دوستش دارم دیگه، تعبیر چهره زیبایی که ماه من بعد بر دل من طلوع میکنه، میتابه. این که من نمیبینمش یا بر من طلوع نمیکنه یا از وصال محرومم، این غبار دیگه، این غباری که عرض کردیم این خرقه است و این دفتر. ماه جان من هوای صاف یافت. و در موقع میگه که جان من، ماه جان من، این جان خودش رو به هوای صافی پیدا میکنه. این غبارها بده کنار، این غبارهای تخیلات و تصورات و منیت‌ها و چیزهایی که برای خودمون میسازیم، اینا رو پاکسازی کنیم و هوای صافی پیدا میشه و اون ماه طلوع میکنه. عمرها بر طبل عشقت ای صنم، ان فی موتی حیاتی میزنم. میگه من، حالا این در برادر بزرگ که داره از قول او شاهزاده نسبت معشوق خودش، من سالیان عمر خودم رو، سالهاست که عمر خودم رو بر طبل عشق تو، این صنم یعنی اون بتش در واقع معشوق خودش رو صنم تشبیه کرده. همش چی میگم؟ ورد زبان من و ذکر دل من اینه، ان فی موتی حیاتی.
حیات من در مرگ منه، چون قرار بود که من زندگی من به عشق باشه و زنده به عشق هم از مردن من حاصل میشه. اون منه باید بمیره تا به عشق زنده بشم، از این منتقل بشم. از این خود باید بمیرم تا به عشق زنده بشم. از جمادی مردم و نامی شدم، از زمان مراتبی که مولانا میگه، بار دیگر من بمیرم از بشر تا برام، از مادر تا پران، از ملک پران شدم آنچند در وهم. این مراتب زنده شدن، مردن از این مراتب خودی تا مراتب. و میگه تمام عمر من در این سیر میشه که ان فی موتی حیاتی، و موت هم عرض کردیم، موت یعنی انتقال از یک مرتبه دیگر. بعد می‌فرماید که دعوی مرغابی کرده است جان من. ببینید این دو سه تا تشبیه داره، وقتی خود اشعار رو می‌خونم تشبیهات خیلی قشنگی است. ببینید وقتی شما تو کشتی میشینید، خب کشتی در آب حرکت میکنه، خب انسان آب باش مغایرت داره دیگه. ولی مرغ مثلا پرنده خشکی یا انسان که تو خشکی زندگی میکنه تو آب غرق میشه، تو کشتی خودش از آب حفظ میکنه. ولی میفهمید که مرغ آبی نه، اصلا میگه من مرغ آبی مثلا تو آب برم. بعد میاد مثلا شما تو کشتی باشید که مرغ آبی که میگه من اصلا زندگی من تو آبه، بعد شما میگید مثلا تو آب غرق بشم. در واقع میگه جان عاشق از طریق برادر بزرگتر که مثلا بهش میگفتن وایساده رو غرق بشم، من که بعد که مگه مرغابی از طوفان‌ها وای داره، این آدم مادیه و بقیه موجودات هم که خشکی در آب غرق میشن، اونا میترسن از طوفان. از مرغابی که یا فرض کنید که از آب نمیترسن که دلیل نداره، از معنی نداره، چون اونا استقبال میکنن اصلا. این خیلی نکته جالبی است. میگه مرغ جان عاشق اصلا از این خطرات و از این نه تنها نمیترسه، بلکه با این نداره خودشو میزنه طوفان، چون دنبال این است که طوفان اون غرقش بکنه. و میفرمایید دعوی مرغابی کرده است جان. یا به جان خودم نگاه کنم، ادعایی چی کرده؟ ادعایی که مرغ آبیه نه مرغ خشکی. بخواد بریم تو دریای اتصال با هستی مطلق شنا بکنه و نمیترسه که این من جزئیش کلا کنده بشه، فنا بشه. مثلا دنبال اون فنا هست، دنبال اون نیستیه. این که عرض کردم این هستی با این نیستی تعارض داره. این خرقه رو میذاره کنار، اون دفتر رو میذاره کنار. که قبلا هم تو دفتر پنجم هم تمثیل هایی داشتیم که مولانا میگه ببینید این هستی در نیستی کوفت تا هست شد. اون هستی واقعی که از عشق پیدا میشه باید اول نیست بشی، یعنی از این نیست خودتو بندازی توی دریا غرق بشی، بعد اون هستی میاد. من مثال جالبی میزد. مولانا میگفت که وقتی یک معماری مثلا یک حالا کسی که میخواد مثلا جایی یک ساختمان بسازه، دنبال زمین خالی میگرده. یک ساختمان باشه، یک ساختمان نمیسازه. مشغوله وقتی تو هستی که اونجا نمیتونه هستی بیاد، تو نباشی که اون هستی بیاد. بعد پاکسازی بشه، ساختمان کلنگی خراب بشه، گود برداری بشه، بعد زمین صاف که شد، بعد اونجا میان خانه میسازن. یه خانه‌ای که معشوق میخواد بر تو بسازه در وجودت، تو باید نیست بشی. یعنی دیگه از تفکرات و تخیلات و تصورات و خودت، از اون منی که خودت درست کردی، باید خرابش کنی. به من میفرمایید. برای همین میفرمایید که دعوی مرغابی کرده است جان من. مرغ آبی میخواد خودشو بزنه به آب، نه مرغ خشکی نیست. کیز طوفان بلا دارد فغان. ما همیشه از بلا میگریزیم، ولی عشاق از بلا استقبال میکنن. میگه اصلا معنی نداره که فغان و داد و آه و ناله از بلا و طوفان‌هایی که در به خاطر زدن خود، چون بالاخره وقتی ما شروع میکنیم به خراب کردن یه بلا دیگه، اون چیزی که این منو خراب میکنه. ما همیشه آنچه که به صورت عادی یک انسان عادی همواره از آنچه که بخواد من او رو خراب کنه پیشگیری میکنه، برای اون به اصطلاح دفاع از خودش سیستم‌های دفاعی قرار میده که من خراب نشه، شخصیتش، موقعیتش، جایگاهش، نه اول محافظت میکنه، در حالی که اینجا برعکسشه. اینجا میفرماید که نه، یک دستورالعملی از علامه تهرانی بود، دستورالعمل 120 روزه هست. بعد
وقتی ایشون میگه مثلا 40 روز این دستور انجام میدید، چه روز دوم، چه روز سوم، بعد آخرش چی می‌نویسن؟ و امید است که بعد از این دیگر از هستیت هیچ چیز باقی نماند. یعنی دستور رو میدم که کلا پاکسازی بشید. میگه یه کسی بشید، هیچی که شد درست میشه. یعنی دستوری که من میدم نتیجهش اینه. وقتی این دستور انجام بدی مثلا به این شیوه با این نحو با این جزئیات و کلیات، بعد به این نتیجه میرسی که این از هستیت کلا دیگه هیچ باقی نمیمونه. اون موقع هستی یعنی هستی کاذبی که برای خودت، که اون موقع اون هستی واقعی ابدی جاودانه خالد واقعی و حقیقی برات پیدا میشه. خب دعوی مرغابی کرده است جان کیز طوفان بلا دارد فغان. در روایات هست که برای عرفا نعمت یک جور امتحان هست. یعنی وقتی نعمتی بهشون مضطرب میشن که میگن من دارم امتحان میشم، و بلا پاداشه، برعکس چیزی که ما تصور میکنیم. خوشحال میشن که خب یک بالاخره بله هم قصه چی بود؟ چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ با دیگرانش لیلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ پس به اتفاق من تمایل داشته بودم شما پس کردنی به من زده ای خیلی جالب هرچی. بنابراین عرفا همیشه از چیزایی که بر ما منفی همش استقبال میگه، خوشحال میشدن اصلا. بلا هم میکشم لذات او مات اویم همچین لذات رو میگه مثلا مولانا که انگار چرا کیف میکنه. بلا هم میکشم لذات او مات اویم. خب و همین جهت میگه چون من مرغ جان من دعوی مرغابی کرده، بنابراین ما مرغابی هم دیگه، بنابراین از طوفان بلا نه تنها افغان میکنم که بلکه خوشحالم میشم. بط را از شکستن کشتی چه غم. وقتی کشتی شکست ما ناراحتیم متزلزلیم، ما در غرق میشیم فلان، ولی میگی که فرما که مرغابی از اردک که شکستن کشتی ناراحتی نداره، کشتیش بر آب بس باشد قدم. کشتی او اینی که تو آب قدم بزنه گام برداره. در داخل تو آب کشتیش خود آبه، نه کشتی که باید اون از آب محافظت بکنه. ما کشتی مثلا روی آب حرکت کنیم. من روی آب که راه میرم و تماس با آب پیدا میکنم، برای من کشتی محسوب میشه. زنده زین دعوی بود جان و تنم، من از این دعوی چگونه تن زنم. وقتی که جان و تن من زندگی و حیاتش به این دعوی مرغابی بودن، مرغابی یا اردک این هاست، و چطور من از این ادعا مثلا شانه خالی کنم، بگم نه من بخوام تو کشتی بشینم یا مثلا از این، نه، برای من این مرغابی بودن و استقبال از بلا حیات منه. این که میفرماید از این دعوی تن نمیزنم چگونه تن زنم، در واقع بیان دیگر از اینکه چرا افغان و ناراحت باشم از بلاها. اگر من مرغ طوفانم، اگر در واقع اردکم، مرغابیم، دیگه نباید ناراحت باشم که آبی بیاد و فلان. بنابراین من از این که از این طوفان‌ها استقبال بکنم که وای ندارم، بنابراین شانم خالی نمی‌کنم، ازش استقبال می‌کنم. خواب می‌بینم، ولی در خواب نه. مدعی هستم ولی کذاب نه. دیگه من یه رویایی دارم ولی بیدارم، دل من بیداره. یه خواب می‌بینم ولی تو خواب نیستم. درسته این هنوز برای من تحقق پیدا نکرده. رویای معشوق می‌بینم، یعنی رویای مرغابی بودن و برای من مثلا زنده بودن به عشق، ولی من در این ادعا و در این خواب دیدم و در این رویا تو خواب نیستم. یه کتابی فکر می‌کنم کتاب احمدی باشه نوشتن به عنوان رؤیابینان بیدار. من رؤیابین بیدارم، نه رویان تو خوابایی که من تو خواب باشم. خواب می‌بینم ولی بیدارم، خواب نیستم.
یعنی این خواب من از خیال معشوق پیدا شده. درسته هنوز قانع به خیالی ز تو بودیم چه حافظ یارب چه راه نت و بیگانه نهادیم، ولی بالاخره خیال تو برای من پیدا شده و این از بیداری، نه از خواب بودن. این مهمه. این خواب من از اون خواب تو خواب نیست، از خواب بیداریه. خواب میبینم ولی در خواب نیستم، مدعی هستم ولی کذاب نیستم. من مدعی عشق خدا هستم، من دروغگو نیستم، صادقم در این. درستی که من مثلا نرسیدم دنبالش هستم، پیگیرم. مدعی بد بودن و مدعی مثلا مرغابی بودن هستم ولی دروغ نمیگم. یعنی بخواد بگه که این ادعا هست، این واقعیت نپیوسته، ولی تو این ادعا دروغ نمیگم. این دقت بفرمایید. این که خواب میبینم ولی بیدارم، یعنی خواب از تخیلات و اوهام و تصورات من نخواسته یه واقعیتی هست. من حالا هنوز بهش نرسیدم، هنوز تو خواب دارم، رویاش در برای من پیدا شد. ادعا دارم میکنم درسته و تو این ادعای خودم صدق دارم، واقعا میخوام بهش برسم، دروغگو نیستم. خواب میبینم ولی در خواب نه، مدعی هستم ولی کذاب نه. گر مرا 100 بار تو گردن زنی، همچو شمعم برفروزم روشنی. این شمع رو وقتی که مثلا میشه به تدریج که این پارافیناش بعد میبریدش با قیچی میزنید، بعد میگه افروخته تر میشه، قسمتش یکم سوخته. میفرماید که گر تو 100 بار گردن منو بزنی بکشی، با دوباره من شعله عشق در من برافروخته تر میشه. یعنی هر چقدر منیت منو بکشی از بین میبری، برعکس میشه. یعنی من شعله ورتر میشم، شعله اشتیاق در وجود من بیشتر روشن برافروخته تر میشه. همچون شمع برفروزم روشنی. یعنی هرچی من بیشتر گردن زده بشم، هرچی تمام تیکه های منیت من، وجود من از ابعاد مختلف تیغ بهش زده بشه، کشته بشه، از بین بره، روشنی در وجود من، شعله شمعی مثل شمع فروزانی. آتش ار خرمن بگیرد پیش و پس، شبروان را خرمن آن ماه بس. این خرمن رو وقتی از جلو و عقب آتش بهش میزنه و دیگه شعله ور میشه دیگه. بعد خودش رو تشبیه میکنه شبروان را خرمن آن ماه بس. این کسانی که شبروان، یعنی در شب تاریک حرکت میکنند و برای رسیدن به مقصود، چون شب دیگه اونجا از جایی است که من خاموش شده، تا به این دلیل ازش به شب تعبیر میکنه. کما که عرض کردیم مثلا لیلة القدر میگن شب قدر وجود پیغمبره تو شب، یعنی دیگه منی رو نمیبینی، چیزی تعیینی و کثرتی رو نمیبینی. شب رو تو عالم وحدت اولش تاریک، چون هیچ چیز وقتی همین نورها و همین اولی ظلمتی است. به همین جهت ابتدای وحشتی برای کسی که حرکت میکنه پیدا میشه. خب شبروان رو خرمن آن ماه بس، متا همین خرمن اون ماه یعنی اون معشوقی که بعد دلم طلوع کرده و دلم رو بوده. دقت بفرمایید خرمن ماه به تعبیر چقدر جالب. خرمن آن ماه بس، اون ماه در واقع روشنی به من میده دیگه. میفرماید که اون خرمن رو آتش روشن میکنه، خرمن من رو ماه، اون ماهی که در واقع معشوق هست روشن میکنه. کرده یوسف را نهاد مختبی، حیلت اخوان ز یعقوب نبی. فرماید که خب باز یه تمثیل دیگه میاره از حضرت یوسف، جریان حضرت یوسف که برادران حضرت یوسف اونو بردن و توی چاه انداختن، بعد یعقوب به فراقش گرفتار شد و از فراق چشماش کور شد دیگه. خب می‌فرماید که یوسف جان من که معشوق من باشه، گرچه حیلت اخوان، حیلت اخوان یعنی وسوسه ها و کسانی که مثلا اهل دنیا هستن، اینها از من پنهان کردن که من به اون دسترسی نداشته باشم. از یعقوب نبی، از یعقوب که نبی هست و اخبار از غیب به او رسیده، او عاشق یوسفه ولی برادران حسود اون است. یعنی می‌فرماید که این ابلیس حسود یا اون کسانی که برای انسان سعادت می‌کنن، در واقع انسان رو می‌خوان از اون معشوق دور کنن و پنهان می‌کنن یوسف. خفیه کردندش به حیلت سازی، کرد آخر پیرهن غمازی. می‌فرماید با اینکه
پنهان که خفیه یعنی پنهان مخفی کردن، با حیله هایی که ساختن و اینا بالاخره خودروهایی رفتن تو چاه انداختن، بعد گفتن گرگ خوردش و اینا. بعد میگه آخر سر چه چیزی چشم روشن کرد، چشم یعقوب رو؟ به قمیصهی فرتد و که از این بعد فرتد بصیرا، بعد چشمش روشن شد وقتی که بوی پیراهن بهش رسید. بعد میگه آخر اون پیراهنه کار خودش رو کرد. میگه با اینکه این حیلت اخوان پنهانش کردن، این خدعه‌هایی که ممکنه وجود ما رو پنهان کنند و حیله‌هایی که ممکنه در عالم باشه از طریق ابلیس، از طریق نفس، اینا پنهان میکنن خدا رو، معشوق، اشکال نداره. بالاخره اون پیراهن قماز آینت داریش اینا قماز نیست، نه که زنگارش رخش ممتاز نیست. این پیراهن بالاخره کار خودش رو کرد، این روشنی بهش. آن دو گفتندش نصیحت در ثمر که مکن زختار خود را بی خبر. خب تا اینجا حرفای مولانا بود و حرفای برادر بزرگه بود. آن دو یعنی برادر کوچیک و برادری که میانی بود. این دوتا گفتن نصیحت. ثمر یعنی گفتگوی شبانه. یه شب باش صحبت میکردن، بهش نصیحت کردن که خودت را از خطرهای مسیر غافل نکن، حواست باشه، بی خبر خودتون نگیر. هین منه بر ریش‌های ما نمک، هین مخور این زهر بر جلدی و شک. جلدی یعنی چابکی و چالاکی و بیباکی، شکم که تردید. فرماید که بر زخم ما نمک نریز، چون بالاخره ما هم عاشقیم و بعد تو اگه این بلا سرت پیش بیاد با یک زخم دیگه هم ریخته میشه، بعد تو هم که از اون دور بشی بالاخره بلای سرت بیاد. حالا یک زخم صبر بر فراق معشوق داریم، اینم روش میاد دیگه، بعد یک زخم به نمکی هم رو زخممون میپاشیم. این نخور این زهر بر جلدی و شک. این زهر در واقع جایی که میخوای بری بعد تو در کشته خواهی شد، چون گفتن هر کی بده دیگه میکشنش. این زهر رو از روی تردید و بیباکی و گستاخی نخور، یعنی باید تسلیم بشی و یقین پیدا کنی، نه از روی جسارت و اینا. جز حالا از اینجا بسیار فصل مهم نیست. ببینید اینجا دقیقاً مربوط میشه به مرشد. جز به تدبیر یکی شیخی خبیر، چون روی چون نبوتت قلبی بصیر. وقتی تو قلب بصیر و بینا و آگاهی نداری، بدون تدبیر یک شیخ آگاه، یک استاد طریق، چگونه میخوای بری این راه رو؟ یعنی این راهی درسته، این اولا خطر هاست، بعدم از روی جسارت و گستاخی و نمیدونم شک و تردید نمیشه، چون خودت که بینایی نداری، یقین نداری. پس بنابراین باید یک شیخ خبیری که اون مسیر رو رفت، اون آگاه دست رو بگیره به اون تردید کنه. وای آن مرغ که نارویده پر، بر پرد بر اوج افتد در خطر. دید بعض وقتا این گنجشک‌ها تو حیاتن، چون یه دفعه قبل از اینکه کاملا چیز بشن میپرن، بعد نمیتونن دیگه، میافتن رو زمین، یا مثلا پرنده‌ها یا کبوترها. که وای اون مرغی که اینکه مرغابی شده جان من، میخواد بپره ولی نارویده، هنوز پر در نیاورده که از اوج میپره و میخواد پرواز کنه، بره بالا، میفته رو زمین. یعنی میگه اگر تو خودت پر در نیاورده باشی، بالا پرم قبلا گفته بود تو همین اشعار مولوی، تو همین اشعار درست فصل قبل گفته بود که این هم بصیرت و بینایی و بینش و معرفت و این هاست. و بعد گفته بود که اگر خودت نداشته باشی، در واقع اون استاد یا اون قطب یا اون به اصطلاح مراد، اون کار اون در واقع بال و پرت رو میکنه، بر پرد بر اوج افتد در خطر. عقل باشد مرد را بال و پر. اون بال و پر میگه وقتی تو عقل تو هنوز رشد نکرده و بال و پر در نیاوردی، اگه بخوای اوج بگیری برعکس میفتی. عقل باشد مرد را بال و پری، چون نداره عقل رهبری. حالا یا خودش عقل داره، یا اگر عقل نداشت، عقل اون کسی که راهبر هست، مرشد هست، قطب هست، استاد طریق هست، از اون عقل کمک بگیره تو راه روشن نیست. یا باید خودش، یا باید عقل متصل باشه، یا عقل منفصل دیگه. سلام شما ترکز می‌کنید. چون ندارد عقل رهبری،
یا مظفر یا مظفرجوی باش، یا نظرور یا نظرورجوی باش. یا خودت باید ظفر و پیروزی برات حاصل شده باشه، یا کسی که پیروز در این مسیر رفته و پیروز شده به نتیجه رسیده دنبال او بود. یا مظفر باشه مظفرجوی، یا اینکه نظرور یا نظرورجوی. یا خودت دیده‌ور، یعنی می‌بینی حقایق رو، واقعیت‌های معنوی رو، باطنی رو که تو تخیل و توهم نیفتی. یا اینکه باید کسی که دیده‌ور هست دنبال او باشی. یا مظفر یا مظفرجوی باش، یا نظرور یا نظرورجوی باش. در قرآن اینجوری تعبیر می‌فرماید که لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. یا خودش قلب داشته باشه که بفهمه، یا القاء سمع بکنه، یعنی بشنود و هو شهید، گواه باشد و آگاه باشه به کسی که حرف میزنه. یعنی یا از یکی از استاد بشنود، یا خودش قلب داشته، یا از صاحب قلب صاحب دلی بشنود حرف رو تلقی کنه، یا خودش صاحب دل باشه از و خودش صاحب دل بود قلبش میگفت. ولی اگر دلش غبار گرفته، دور شده، عقل و دلش با تخیلات و توهمات و منیت‌ها خیلی فاصله گرفته، خب اون باید خودش نمیتونه دیگه، در واقع بال و پر نداره گویا. بیز مفتاح خرد این قرع باب از هوا باشد نه از روی ثواب. فرمود کسی که این در رو، قرع باب یعنی در زدن، در کوبیدن، این در واقع خدا رو و رسیدن به حق رو و رسالت خداوند رو، معشوق رو میزنه بدون کلید خرد و اندیشه، از هوای نفسه، نه از روی ثواب. یعنی کار درست و صحیح از روی ثواب نیست، از روی بساط، از روی خیر و درستی نیست، از روی هوا و تخیلات و اوهام. بیز مفتاح خرد این قرع باب از هوا باشد نه از روی ثواب. عالمی در دام میبین از هوا و از جراحت‌های همرنگ دوا. تو جهانی رو ببین که همشون تو دام افتادن از هوا، از تخیلات و اوهام و هوای نفس خودشون. همشون دنبال این معشوقی میکشن، همشون علاقه به چیزی داشتن، مسئله‌ای، و دنبال مسیری رفتن دیگه. و بالاخره وجودشون رو فنا کردن، نسبت به مسئله تلاش کردن، کوشش کردن و به خیال خودشون دنبال آب بودن، بعد سراب گیرشون اومده. در واقع میگه جهانی رو ببین که از هوای نفس و از اوهام و تخیلات خودشون در دام افتادن. دامش ندیدم ناگهان در به گرفتار آمدم. و از جراحت‌های همرنگ دوا، یه زخم‌هایی که مشابه دارو هم. خیلی جالبه، برعکس ضدش هستن. یعنی شما فکر میکنید که این دواست، در واقع جراحته، در واقع زخمه. یعنی چیزی که شما رو دارو میپندارید زهره، در واقع شما رو وجودتون زخمی میکنه. از نظر شما برای نفع و سود خودتون، برای عشق به حرکت وجود خودتون حرکت، چون همه انسان ها از نظر اولیاء اصلا حرکت در عالم حرکت عشقی است، ما غیر اون نداریم. ولی بعضی تو دام میفتن چون اشتباه میکنن. بدون این مسیر رو، بدون اون عقل رهبر یا قلب روشن یا دل اینها حرکت بکنه انسان توی به همین جهت اولیاء اصلا الا و لابد انسان رو در واقع نیازمند به نبی و ولی میدونند. به همین جهت مثلا در قرآن اصلا خدا به پیغمبر گفت که قل، بله، کسانی که میگید ما خدا رو دوست داریم، اگر قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بگو ای کسانی که میگید ما خدا رو دوست داریم از من پیروی کنید تا خودم شما رو دوست داشته باشه. یعنی به پیغمبر گفت، این راه و روشی که من کردم. خیلی جالبه. یا چیکار کنیم؟ بالا این خدا رو دوست داریم، دنبالش بریم، عاشقش هستیم، از من پیروی میکنیم. من اون قطب و مرشد و راهنما هستم که با اون متصلم، قلب بصیر دارم، عقل به اون مراتب در واقع مستفاد اینا رسیدم، در چه تبعونی خودش به وحی بگو که از من دنبال من را گرفتید، مسیرهای شریعتی و طریقتی و حقیقتی من دنبال کنید. وجود من نور کلا، چون از خود و خودیت محو شده و این به شما نشون میده تمام اعمال من. همجد
روایت هست که می‌فرمایند که الشریعت اقوالی و طریقت اعمالی و الحقیقت احوالی. حرفای من شریعت من است و اعمال من طریقت من است. و همین از سیره و سنت پیغمبر تا مثلا کتاب سنت نبی که می‌نویسن در جزئیات کلیات رفت. بعد الحقیقت و احوالی، حالات منم حقیقته. این چیزی که بعد در حالات من اتفاق میفته حقایقی است که بعد از طی شریعت طریقت من واصل میشوید. بله. عالمی در دام میبین از هوا و از جراحت‌های همرنگ دوا. مار استاده است بر سینه چون مرگ، در دهانش بحر صید اشکرف برگ. بگید مثالی میزنیم. شما دید مثلا ماری که میخواد صید کنه ساکن رو شکمش میسته، بعد یه برگ هم روی اصطلاح نیش و زبانشه که مثلا صید بیاد بخاطر برگ رو بخوره، بعد اون میبندش. میگه این دنیا اینطوریه، بس شما نمیفهمید. دفعه مار استاده است بر سینه چون برگ، در دهانش بحر صید اشکرف برگ، در حشایش چون حشیشی او به پاست، مرغ پندارد او شاخ گیاست. خب میدونید که وقتی مثلا گربه یا میخواد کبوتری رو شکار کنه یا مار میرن چی در استتار میکنن در حشایش، تو برگا و سبز با هم رنگ میشن. بعد اون مرغ پرنده فکر میکنه که این برگه که میاد بخواد. یه دفعه میبینید دیگه در واقع میخواد بگه که ما اینطوری هستیم وقتی ما آگاه نیستیم، وقتی بصیرت نداریم، وقتی عقلمون کامل نیست، یه دفعه اینطوری اشتباه میکنیم، پوشش‌های اشتباهی دیگه در دام گرفتار میشیم. در حشایش چون حشیشی او به پاس، مرغ پندارد او شاخ گیاست. فکر میکنید این ماره مثلا شاخ درخته. چون نشیند بحر خور بر روی برگ، در فتد اندر دهان مار مرگ. محض این که اون پرنده میشینه که برگ بخوره و برای خودش مثلا تغذیه میکنه، یه دفعه در دهان مار میفته و بعد دیگه مرگ رو بعد همینجور ببینید مثال میزنه. کرده تمساحی دهان خویش باز دید. تمساح دهان باز که بعد میان چیزایی که لای دندوناشون میخورن. گرد دندانهاش کرمان دراز، از بقیه خور که در دندانش ماند، کرمها رویده بر دندان نشاند. مرغکان بینند کرم و قوت را، مرج پندارند آن تابوت را. یعنی این دهان تمساح آخرش تابوت این پرنده ها میشه. منتها اینها فکر میکنن اینجا چراگاهه، چقدر مثلا بازه، بعد فکر میکنن مارها و چیزایی که از لای دندان‌های چیز مونده و بعد اونها تبدیل به فاسد شده میفتن تو این تابوت رو مرتع میپندارن. در واقع این تشکیلات در انسان ها میگه ببینید ما اینجوری هستیم، ببینیم تومه تمساح میشیم، تومه مار میشیم، چون همه رو اشتباهی مار رو درخت میپنداریم، تمساح رو هم تابوت رو هم مرتع چراگاهی که چیزای خوشمزه‌ای داره میپنداریم. مرغکان بینند کرم و قوت را، مرج پندارند آن تابوت را. چون دهان پر شد ز مرغ، او ناگهان در کشدشان و فرو بندد دهان. وای مثل این تمساح که پر از پرنده بشه بعد یک دفعه همه رو میبنده. این جهان پر ز نقل و پر ز نان، چون دهان باز آن تمساح دان. میگه این دنیا رو مثل همون دهان باز تمساح تصور کن که پر از نان و نقل و چیزای جذابه میاد توش، بعد یه دفعه میبلعدت. عجب تشبیه. این جهان پر ز نقل و پر ز نان، چون دهان باز آن تمساح دان. بهر کرم و طعمه روزی تراش، از فن تمساح دهر ایمن مباش. چون به خاطر اینکه میخوای طعمه تغذیه یک کرمی از اینجا ببری که روزیت بشه، ولی از دهان باز تمساح مراقبش باش، خودتو ایمن فرض نکن. برو طعمه تو بردار در بیاد. دقت می‌کنید که ارتباط با دنیا میفرمایند که یکی از دعاهای مهم ماه رمضان اینه که اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور. خدایا به من رزق من این قرار بده که من چون این عالم دار غرور دیگه، مثل دهان باز تمساح آدم فریب می‌خوره، کاری بگن که من در این دار غرور حالت نیمخیز داشته باشم، یعنی همین راحت تخت نشینم با خیال دارم،
که اون حالتی که تو نماز مثلا میگن که نیمخیز میکنن برای میدونم وقتی رکعت دوم و سوم میشه تشهد تجافی یعنی خالی جوف یعنی خالی دیگه شکم یه خالی جا خالی بدم یعنی روی همچین تخت تو زمین نشه فاصله داشته باشه میکنم که انگار حالت بلند شدن داشته باشه الله مرزق تجافی و انابت الادار سرور و به سرای سرور و خوشحالی واقعی به اونجا انابه و توجه بکنم و از این داری که من داره فرید میده از اون همقدر که پس بی توماتو بگیر اشکال نداره ولی حواست به اون دهان تمساح باشه. این توما رو داری از تو دهان تمساح در میاری. هر لحظه ممکنه که اگر تخت توش بخوابی فراموش کنی ادامه بدی به خوردن این دفعه می‌بینی که بلیده شد. زود تومتو بردار و بگیر و برو. بهر کرم و تومی روزی تراش از فن تمساح دهری من مباش. روبه افتد پهن اندر زیر خاک بر سر خاکش حبوب مکرناک تا بیاید زاغ غافل سوی آن پای او گیرد به مکران مکردان. یک تشبیه هم تشبیه زاغ و روباه. روباه خودش دراز میشه قشنگ بعد روی خاک میریزه بعد سر خاک هم مثلا حبوب یعنی دانه‌های مثلا فرض کنید که مثلا نخود لوبیا و چیزایی که آدم پرنده میخوره اینا که حالت مکرناک داره یعنی در واقع حیله بر اساس حیله و مکر اینجا ریخته شده نه بر اساس اینکه میاد بخوره. بعد میاد ثابی و زاغ غافل بعد زاغ پرنده میاد از اون بالا کلاغ میاد نگاه میکنه میبینه خب اینجا هم نمیفهمه که بعد تا میاد اونا رو بخوره پای او گیرد به مکران مکردان. کسی که مکر و حیله بلده یعنی اون با پاشو میگیره اون میاد اونا رو بخوره اونم پس هم ببینید تمثیل روباه تمثیل تمساح تمثیل مار اینا تمثیلایی که برای این دنیا نسبت به انسان داره یعنی مکری که میکنه و اینکه خودشو مخفی میکنه مکاره این آدم نمیفهمه همش جلوی اصلا دانه میذاره چیزای طعمه‌های جذاب میذاره. آیا تو خیلی توجه این یه وجهایی هم داره نگاه روباه حیله‌اش تمساح برگیرش مارم گزیدنش یعنی میخواد بگیم که هم میگزه آره هم انگاری فضایی که شما رو درگیر خودش میکنه ولی یه در واقع نهایت غمناک نمیدونم آره دارم به بلای محفوفن هم میگزه به قولشون هم میبلعه هم هیله‌گری میکنه آدم فریب میده باز پشیمون میشه میگه چیکار از هزار تا فریب میخوره آدم کلک سری سوار میشه. 100,000 مکر در حیوان چو هست چون بود مکر بشر کو مهتر است. وقتی حیوان این همه مکر داره دیگه مکر بشر مصحفی بعد حالا مکر انسان رو توضیح میدیم مصحفی در کف جز زین العابدین خنجری پر قهر اندر آستین. مثلا مکر آدم اینطوریه که قرآن تو دستش میذاره مثل زین العابدین مثل امام سجاد ولی خنجری پر از قهر و خشم تو آستینشه. اون میاد از این شما فریب سجاده و قرآنشو بخورید بعد شمشیرشو در میاره شما میکشه. گویتت خندان همه مکر انسان میگه ادامش مصحفی ترکفی تصویر رو ببینید چقدر جالب چو زین العابدین خنجری پر قهر اندر آستین. گویدت خندان که ای مولای من در دل او بابلی پر سحر و فن. یعنی دوست من مولای من مثلا رفیق من خیلی از تعریف میکنه از تعظیم میکنه در دل او بابلی پر سحر و فن چون توی شهر بابل توی مثلا افسانه و اسطوره هست که مثلا دو تا هاروت و ماروت اومدن اونجا سحر و جادو کردن که ولی در دلش انواع و اقسام کلک ها و سحر ها بود برای شما چیده کلی برنامه چیده برای میگه عزیزم فلان که بیاد بر زهر قاتل صورتش شهد است و شیر زهر که کشنده است ولی ظاهرش شهد و شیر در واقع چی میگن شیری که توش عسل ریخته باشن جذاب‌ترین خوراکه دیگه یعنی اینقدر تناقض در ظاهرش خیلی جذاب مثل شهد و شیر که دوست داره همه سوده بدی و باطنش زهر کشنده است. هین مرو بی صحبت پیر خبیر ادامه بحث مرشد. پس برای همین این نصیحت هایی بود که اون دوتا
به اون برادر بزرگ گفتم حالا که میخوای بری برو، ولی این در نظر داشته باش بس کلی این مسیر این داستان ها هست. جمله لذات هوا مکر است و زرق، سور تاریکی است گرد نور برق. که اون لذت هایی که از هوا و هوس امیال نفسانی حاصل میشه این همش مکره، همش زرقه، ریاکاری است. سور تاریکی است گرد نور برق. وقتی که چیزی که شو تو تاریکی مثلا لامپای روشن میکنن بعد این دورش تاریکی هست، این تاریکی است. برق نور کوته و کذب و مجاز، گرد او ظلمات و راه تو دراز. این داره هم نصیحت ادامه نصیحت هایی که میخواد بگه پیر خبیر نباشه. این برق نوری که تو تصور میکنی عشق تو دلت اومده و دنبالش راه میفتی، این کوتاهه و کذب و مجازه، هم کوتاه هم دروغیه هم مجازه. گرد او ظلمات راه تو دراز، پر از تاریکی و راهت هم طولانی. این جواب نمیده. نه به نورش نام تانی خواندن، نه به منزل اسب تانی راندن. نه با نور اون میتونی بخونی چیزی رو، مثلا دلت رو فکرت رو مشاهده بکنی، نه اینکه به سرمنزل مقصود این توان اسب راندن رو داری. الحمدلله.